برادر عزیز سوال کردند که بد دیدن اهل علم چگونه است؟ بعضی انسان ها اهل علم ها را از حد زیاد بد میبینند. خیلی گناه بزرگ است. اهل علم ها شخصیت های هستند که پروردگار در قرآن میفرمایند که برای اهل علم ها یک درجه بلند و مخصوص داده ایم. اهل علم ها وارثای پیغمبرها هستند. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث قدسی که از زبان رب العالمین روایت میکنه میفرمایند که الله بزرگوار فرمودند من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب. هر انسانی که به یک دوستی من دشمنی میکند، پروردگار گفتند من به ضد او انسان جنگ اعلان میکنم. یعنی کدام انسان میتواند که به ضد پروردگار بجنگد؟ حضرت امام شافعی رحمت الله علیه در مضمون این حدیث یک گفتار دارند، میفرمایند که اگر عالم ها، ولی ها و دوستای خدا نباشند، خداوند در روی دنیا دیگر ولی و دوست ندارد. چون که اهل علم و علما تمامی یعنی رنج و آزار و مشقت و دشواری راه دینداری اثر میگذرانند. بد دیدن اهل علم ها بسیار گناه بزرگ است برادر عزیز.